سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیویی از چنل توها HPR و اینجا کانالی که پر از گیم و هر چیزی که شما بخواید هست. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. قبل اینکه موضوع ویدیو رو بگم حتما این چنل رو سابسکرایب کنید، لایک رو بزنید و حتما کامنت بذارید تا ما تازه شروع کردیم و بتونیم به سطح بالا برسیم و غیرتی از ما حمایت کنید. ممنون از شما. و حالا اومدیم سراغ دانلود بازی پس 2014 فوتبالی که 2014 انتشار شد از کنامی و واقعا یه پسی بود که اون سال من یادم موند. واقعا بچه بودم و خیلی بچه بودم، شاید بگم 3-4 ساله بودم، ولی بازم اون موقع من نمیدونم چرا بازی میکردم. گیم نت ما میرفتیم، با داداشم میرفتم، با داداش بزرگم و بعضی وقتا بازی میکردم. واقعا پس 2014 پسیه که حرف نداره. دیسپیسی رو باز میکنیم. حالا باز شما البته دیسپیسی رو اول باز نمیکنیم، میایم اینجا. خب فرستاد کنید. یه لحظه هنگ کرد، من یه لحظه ویدیو رو استاپ میکنم و برمیگردم. خب بچه ها، کروم من بالا اومد. حالا شما اینجا می نویسید دانلود بازی پس 2014 برای کامپیوتر کم حجمش رو بنویسید، چون ما همه بازی رو تو این کانال تقریبا میتونم بگم ما فشرده میذاریم. حالا فکر کنم آره، وارد سایت یاس دانلود، یکی از بهترین سایت های بازی که اینم معرفی میکنم برای برای بازی ها. به عکس چمپیونز لیگ پرو الویژن ساکر 2014 واقعا حرف نداشت. ادامه مطلب و دانلود رو میزنین. حالا لفتش نده دیگه، بالا بیا. اینترنت ضعیف است. خب میایم تصویر بازی، تصویر محیط بازی رو حالا واسه ما نشون نمیده. اینا تصویری از محیط بازی، این تصویر است. گفته حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی پس 2014 رم یک حداقل باید داشته باشین. فضای خالی باید حداقل 10 جی بی داشته باشین و دیراکس 9. ببینید این اگه این مشخصات اگه نمیخورد، برین جدیدترین دیراک یه همچی چیزی که الان من نوک زبونمو نمیاد دانلودش کنین، آخرین ورژنشو. کارت گرافیک و اینا هم توجه کنین و سیستم پیشنهادی که میگه رم 4 الان لپتاپ این که دارم باهاش فیلم میگیرم رم 4. خب بچه‌ها میایم پایینتر. نسخه کم حجم بلک باکس، فرمت ایزو، حجم 2 گیگ و 800 گیگابایت. حالا این پارت اول دانلود میکنید، پارت دوم لینک کمکی رو هم دانلود میکنید، پارت سوم لینک کمکی رو هم دانلود میکنید. بعد اینکه دانلود کردید میایین توی پوشه دیسپیسی دون و این شما توی دانلود ها میاد، ولی همتون میدونید داشتون همیشه توی پوشه پس 2014 اینا رو قرار میده. توی بازی تو هر پوشه خودش قرار داره. بچه دو فایل اول 1 گیگابایت، فایل دوم 800 مگابایت. شما اینا رو سرجم یه دفعه میگیرین و یه اکسترکتر مشتی و پرطرفدار میزنید. رمز میخواد www.yasdl.com رو میزنید. اوکی. میونید تا اکسترکت بشه. من ویدیو رو کوتاه میکنم تا این اکسترکت تموم شه، چون فایل کم سنگینه ممکنه طول بکشه. اکسترکت تموم شد. حالا نمیدونم یه همین چیزایی اضافه شده، ولی واسه ما این کپی رایت هم مهم نیست. این فایلی که 2 گیگ و 800 مگابایته واسه ما اضافه شده، روش میزنید و اینجا براتون یه دیویدی درایو باز میشه. شت، چیزایی که توی قدیم همیشه بالا میومد. روی ستاپ میزنید و ران از ادمینستور میکنید و بازی رو اجرا میکنید و خلاص میکنید. تیر خلاصی رو میزنید. اگه شما خدایی نکرده توی ویدیو قبلی بازی ها مشکل پیش اومد،
تو کامنت ها حتما بنویسید تا من مشکلش رو برطرف کنم، چون بعضی وقتا من خودم مشکلم داشته. شما بگید من مشکلش رو برطرف میکنم براتون. حتما تو کامنت ها برام بگید. امیدوارم این ویدیو خوشتون باشه. تا ویدیو دیگر بدرود رفقا.